به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. سلام عرض ادب خدمت همراهان کانال. با یه استراتژی ترید دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. البته که این مبحث توی دوره دنیای آر تیم گفته شده، ولی خب حالا میخوایم یه سری مجموعه ویدیوهایی که به صورت استراتژی‌های کوتاه از دل همون دوره بزرگ ما در میاد رو براتون بذاریم دیگه توی کانال، برای اونایی که حالا با مباحث کامل آر تیم آشنا نیستن. خب این یکی از اوناست. بریم روی چارت دیگه، من زیاده گویی نمی‌کنم. خب فرض بکنید یک روند صعودی دارید. توی این روند صعودی برای ما QM هایی تشکیل میشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید قیمت میره بالا میاد پایین، یه دونه لو میزنه، یک های میزنه، یه دونه لوور لو میزنه و یه دونه هایر های. دقت بکنید این هایر های باید این سقف رو بشکنه. کجا ورود میکنیم؟ یه گرهی اینجا ما میده، روی این گره ما وارد میشه. این برای صعودی بود. حالا توی نزولی به چه صورته؟ توی نزولی هم دقیقا به همین صورت. خب اینجا چی داریم؟ یه روند نزولی داریم که در دل این روند نزولیه. یعنی ببینید کی شما میایید دنبال این میگردید؟ زمانی که زیر این لوها زده میشه. این زیر که زده میشه شما میایید اینجا میبینید که آیا همچین ساختاری رو دارید یا نه. خب گرهش کجاست؟ ایناش رو این گره وارد میشید. خب تیپی کجاست؟ تیپی میتونه کف باشه یا اینکه تیپی 2 دیفالت بگیرید دیگه. توی اینجا هم به همین صورت دوستان حواستون باشه. یعنی توی روند صعودی شما باید زمانی که این سقف زده میشه بیایید و اینجا دنبال همچین ساختاری باشید. در کجای لگ؟ در زیر 50% این لگ باید دنبال همچین داستانی باشید و اینجا هم در بالای 50%ش. خب بریم چند تا مثال هم ببینیم. خب از همینجا شروع بکنیم. چی داریم؟ اینجا این سقف زده میشه، روند صعودی ما با زدن این سقف شروع میشه. خب گفتیم چه زمانی به دنبال اون ساختار میگردیم؟ زمانی که این سقف زده میشه. خب ساختار کجاست؟ اینجاست. لو، های، لوور لو و هایر های. ناحیه ورود من میشه کجا؟ میشه این. خب مجدد دوباره کی دنبال همین ساختاری میگردیم؟ زمانی که این سقف زده میشه. ساختار کجاست؟ اینجاست. ببینید بذارید نزدیکش کنم. لو، های، لوور لو و اینجا هم هایر های. کجا وارد میشید؟ این گرهشه دیگه، روی این گره میتونید وارد بشید دیگه. حالا اینجا یا اونجا فرقی نمیکنه. خب مجدد این سقف زده میشه. آیا اینجا ما کیوم مشهودی داریم؟ خیر، در این تایم فریم کیوم مشهودی ما نمیبینیم. میریم بعدی. سقف بعدی کجاست؟ اینه. این زده میشه. کجاست کیومش؟ اینه. خب مجدد این سقف زده میشه. کیومش کجاست؟ اینجاست. خب گرهش کجاست؟ گرهش اینجاست. یعنی بعد از اینکه این سقف رو میزنه میاد اینجا و پوزیشن ما رو فعال میکنه. البته توی بروکر فکر میکنم فعال نمیشده چون دیگه نقطه زد اینجا دیگه. البته این استراتژی نقطه زنی هستش، یعنی ورودای خیلی خوبی رو به شما میده. خب مجدد اینجا این سقف زده میشه. ما کجا باید دنبالیم باشیم؟ یه نکته اینجا هست. اینجا یه ناحیه هست به اسم BSC. اگه نمیدونید چیه، توی سرفصل‌های دوره دنیای آر تیم هست، توی کانال پین شده، رایگان هم هست، ببینید. خب مجدد این سقف اینجا زده میشه. اینجا این پایین یه همچین چیزی رو داریم برای اینکه در آینده حالا اگر قیمت بخواد، سیگنال نیستا. خب مجدد
خب مجدد اینجا ببینید این سقف زده میشه، کیامش کجاست؟ اینجاست. ورودش کجاست؟ اینجاست. این گره هست. اینا رو برید بک تست بگیرید. حالا من تیپی 2 گفتم دیگه. خب برای روند نزولیش هم به همین صورت. الان مجدد اینجا ببینید اینجا روند نزولی شده، درسته؟ از کجا میفهمیم روند نزولی شده؟ ببینید این آخرین لو ما بوده که رفته های زده، این زیر زده میشه، به اضافه این که مجدد این زیر هم زده میشه، یعنی ما اینجا دیگه کاملا مطمئن میشیم که روندمون نزولی شده. خب حالا چی؟ حالا میایم دنبال همون ساختار میگردیم. اون ساختار کجاست؟ این زیر که زده شد دنبال اون ساختار هستیم. ساختار کجاست؟ اینجاست. گرهش کجاست؟ اینا. خب اینجا ببینید توی لایو مارکت بهش خورده. خب مجدد این زیر زده میشه، دوباره کجا باید دنبال ساختار باشیم؟ اینهاش اینجاست. دوباره این زیر زده میشه، کجا باید دنبال ساختار باشیم؟ اینها اینجاست. ببینید این خطر میندازید، این میشه گرهش. چقدر شلوغ شد، بذارید. خب خیلی دیگه شلوغش کردیم. آره اینجا این زیر زده میشه، اینجا میشه نقطه ورود. شما میبینید این نقطه ورودهای خیلی عالی میده. مجدد کی این زیر زده میشه؟ اینجا. کجا باید دنبالش باشیم؟ اینجا. آیا داره؟ خیر، اینجا یه دونه هست. این رو میتونیم در نظر بگیریم که میبینید دیگه خیلی مویی بهش نرسید. مجدد این زیر کی زده میشه؟ اینجا. کجا دنبالشیم؟ اینجا. ببینید این الان نقطه ورود ما بوده، بوم به سمت پایین. خب تا فردا صبح بخوایم مثال ازش هست، فراوان هم هست بخوایم بزنیم. دیدید دیگه این دوتا لگ رو با هم دیگه بررسی کردیم. خودتون حتما برید بک تست بگیرید. این یک استراتژی خیلی خوب هستش. دارم میگم اینها رو پولی میفروشن، ولی خب ما چندین ساله که کانال رو تأسیس کردیم و تمام مباحث به صورت رایگان برای شما اونجا قرار داده شده. دیگه من بیشتر از این نیاز نمیبینم مثال بزنم. اما اگر دوست داشتید که مثال های بیشتری رو براتون بزنم، حتما به ادمین بگید. این آیدی ادمینه، آیدی پشتیبانی ماست. میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات، هر چی که دارید رو به اطلاع ادمین برسونید. البته یکم دیر به دیر شاید جوابتون رو بده، چون پیویش خیلی شلوغه. شما لطف دارید به ما و سوالات زیادی رو از ایشون میپرسید. این آیدی کانال ماست، این آیدی گروه ماست. دیگه همین دیگه. اول و پایان هر شعری خداست، او فقط سلطان شعر و واژه هاست. یا حق، خدا نگهدار.